دست درد نکنه جندان خانم. من پول تو جیبیامو جمع میکنم بدهیمو بهت میدم. نه بابا دیگه چی؟ اینو بگیر ببینم. مگه خودت نگفتی بزرگ بشی میخوای دامپزشک بشی و حیوونه خیابونو مجانی مداوا کنی؟ خب منم دارم همین کارو میکنم. پول تو جیبیاتو نگه دار. میتونی جمع کنی برای حیوانای تو خیابون غذا بخری. هم برای فسقل میخرم هم برای دوستاش. خیلی خوب پاشو صف نگه دار. آره اینجوری. خیلی خوب تموم شد. زود خوب میشی آقا فسخلی. واقعا تموم شد؟ بله. شماره مامان تو بگو بهش زنگ بزنم. الان نگرانت میشه. چیزه من مامان ندارم. بابا دارم. خیلی خوب میتونیم به اون زنگ بزنیم. نمیتونیم زنگ بزنیم. برای چی خوشگله؟ برای اینکه شماره‌شو حفظ نیست. تازه برم خونه نمیتونم برم تو چون کلید ندارم. بابام خونه نیست. پس باید چی کار بکنی؟ نه کاریش نمیشه کرد. تو هم با من میای. فسقل چی؟ هر دوتون میای. نمیتونم که همینطوری به حال خودتون ولتون کنم. بریم.